این پسر سر شرطبندی با دوستاش قرار گذاشت که BMW M5 خودش رو نابود کنه. اول اون یه سطل آشغال رو سقف ماشین گذاشت و اونو تبدیل به یه ماشین آشغالی کرد تو سطح شهر. اون حتی تلویزیون خونش رو پرت کرد روی سقف ماشین، در ماشین رو کوبید، آینه رو شکون و هر کاری از دستش برمیومد کرد تا این BMW رو نابود کنه. حالا این پسر میره به سراغ داخل ماشین و به صورت وحشتناکی این ماشین رو داغون میکنه، صندلی رو با اره پاره میکنه و در آخر به سیم آخر میزنه و ماشینش رو آتیش میزنه. حالا اگه شما بودیم با این BMW M5 همچین کاری میکردین؟